به نام خداوند بخشاینده مهربان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت. تا اینجای کار از پکیج لذت برده باشید و مفید باشه براتون و تونسته باشید نتیجه حداکثری رو کسب کنید. در خدمتتون هستم با یکی از مهمترین پارت های آناتومی هد و نک تحت عنوان بلاد سپلای. میخوام امروز راجع به عرضم به حضورتون که حالا این بلاد سپلای رو احتمالا من به دو پارت تقسیم میکنم که دانلود ویدیو بتونه راحت تر بشه براتون و میخوام کلا راجع به پمپ پمپ خون دارای اکسیژن از سمت قلب به سمت در واقع ارگان هایی که توی سر وجود داره صحبت کنیم. قبل از اون یه مرور خیلی کوتاه میکنیم در واقع رگ ها رو، نه همه رگ ها رو، رگ هایی که مرتبط هستن با هد و نک، در واقع بیس کار. اگه یادتون باشه ما قلب رو در ناحیه مدیاستینال فرض میکردیم، در این ناحیه، و بعد آورت از اینجا شروع میشه. دیگه خیلی اینا رو ما توی پکیج قلب صحبت کردیم، بعید میدونم نیاز باشه. قلب آورت از اینجا شروع میشد، ascending پارت آورت، و بعد میاد سر وقت آرکوس آورتا، قوس آورت، و بعد در نهایت دور میزد و به سمت پایین میومد و در واقع ارگانهای آبدومن و همچنین در واقع لور لیمف رو خونرسانی میکرد. خب ما کاری به اون قسمت دیگهش نداریم. آرکوس آورتا، دقت بکنید آرکوس آورتا، من از نمای آناتومیکال پوزیشن میخوام صحبت کنم، یعنی از نمای پشت. اگه استخوان رو فعال کنم متوجه میشید. از نمای آناتومیکال پوزیشن 3 تا برنچ داره: راست و برنچ وسط و برنچ سمت چپ. برنچ سمت راست در واقع میشه گفت که یک تفاوتی بین، اگه دقت کنید اینجا اسیمتریکه و نمیتونیم تقارن به این قسمت نسبت بدیم. ببینید کاملا مشخصه، منظورم اینجا و اینجاست. برنچ براکیوسفالیک رو داریم از سمت، در واقع از جهت آناتومیکال پوزیشن و از سمت راست به چپ. براکیوسفالیک رو داریم در ابتدا که خودش به دو زیرشاخه سابکلاویان و کامان کاراتید تقسیم میشه. دقت بکنید کامان کاراتید رو که از ناحیه در واقع میشه گفت که انتهای ارزم به حضورتون که چست شروع میشه و به سمت بالا میره. میایم جلو، کامان کارتید لفت رو داریم در وسط آرکوس آورتا. دقت بکنید کامان کارتید لفت دو پارت داره، پارت توراسیک و پارت در واقع میشه گفت که سرویکال. اما کامان کارتید رایت این چنینی نیست. بعد از این سابکلاویان رو داریم که خب من راجع به اینا خیلی صحبت کردم که سابکلاویان لفت و سابکلاویان رایت برنچاشون اونقدر تفاوتی نداره، اما تفاوت اصلی اونها در طولشونه. ببینید طول این سابکلاویان خیلی طولانی تر، سابکلاویان لفت طولانی تر از سابکلاویان رایت هستش، و از همه مهمتر این که سابکلاویان لفت مستقیما خون رو از آرکوس آورتا میگیره. خب ما میخوایم در ابتدا راجع به سابکلاویان صحبت کنیم و بعد بریم سر وقت کامان کاراتید. سوال: چرا سابکلاویان؟ چون که سابکلاویان هم برنچ هایی داره که به سمت نک میاد و خونه در واقع میشه گفت که هد و نک رو، حالا هد که نه، تقریبا میتونم بگم نک رو، حالا یک برنچ داره که اون خیلی برنچ مهمی هم هست. اون یه دونه برنچ میره به سمت هد، پس در واقع کمک میکنه به خونرسانی هد. پس بهتره که یه مروری بشه و بعد از اون میریم سر وقت کامان کاراتید لفت و رایت که تفاوتش رو تا اینجا متوجه شدید. خب بریم سر وقت سابکلاویان در ابتدا. خب هدف ما توی این کلاس، همونطور که خدمتتون عرض کردم، ابتدا سابکلاویان و در نهایت کامان کاراتید و تمام در واقع بلاد سپلای به اتمام میرسه. خب
من راجع به آرکوس آورتا صحبت کردم، آرک آف آورت و برانچش رو گفتم و فکر نمی کنم نیازی باشه ساب کلوین این رنگ لیموییه که اینجا میبینید. تفاوت طول برای دو تا ساب کلوین کاملا اینجا مشخصه. خب بریم سر وقت توپوگرافی و قسمت های مختلف ساب کلوین. توپوگرافی and parts of the subclavian artery. خب من یکی یکی اینا رو میخونم. ورتبرالیس، آرتریا ورتبرالیس، اولین آرتری که خارج میشه و خیلی حائز اهمیته که راجبش مفصل صحبت میکنیم. میره به سمت مغز. من یه لحظه بهتون نشون بدم. میتونید حدس بزنید این ورتبرال آرتری از کجا عبور میکنه. یادتونه ما در رابطه با ورتبرال کلوم ها که صحبت میکردیم یه فوریمنی رو سرویکال ها در واقع جدا داشتن نسبت به بقیه مهره ها. از داخل همین فوریمن یا بهتر بگم ترانسفرس فوریمن ورتبرال آرتری عبور میکنه و به سمت مغز میره و برنچ های خودش رو داره و خیلی هم حائز اهمیته. حالا انشالله راجبش مفصل صحبت میکنیم. ببینید اینجا هم میتونید مشاهده بکنید و برنچ هایی که تو این زمینه. خب نشونش دادم در واقع ورتبرال آرتری رو که ببینید اینجا میتونید اینجا مشاهده کنید. این برنچ در واقع میشه گفت که ورتبرال آرتری و موازی با اون برنچ سمت راست. خب آرتری توراسیکا اینترنا، اینترنال توراسیک که میدونید اینترنال توراسیک یه عالمه برنچ داره و عرضم به حضورتون که یکی از اصلی ترین برنچ های اون در واقع آنتریور اینترکوستال ها هستن. بهتون نشونش بدم متوجه میشید و یادتون میاد کاملا. اینترنال توراسیک، حالا از نمای جلو بهتره تماشا کنیم اینو، که در واقع میشه گفت که اینترکوستال ها یکی از اصلی ترین برنچ های اون هستند و عرضم به حضورتون که حالا برنچ دیگه من براتون اینجا آوردم و میخوانم. اینترکوستال آنتریور، همینی که بهتون نشون دادم. پوستریورش از کجا میاد؟ از ناحیه عرضم به حضورتون که توراسیک، در واقع توراسیک پارت آرکوس آورتا، قسمت دیسندینگش. ببینید مثلا این، حالا توی این نرم افزار نگفته راجع به آنتریور پوستریورش، ولی این برنچ ها پوستریورش هستن تا این ناحیه. از اینجا به بعدش میشه آنتریور که از اینترنال توراسیک میاد. موسکولوفرنیک، راجع به این موضوع، راجع به این آرتری من توی پکیج قلب خیلی صحبت کردم. فکر نمی کنم نیاز باشه. موسکولوفرنیک میاد دیواره مایچه دایافراگم رو میگیره. اپیگاستریک سوپریور و عرضم به حضورتون که تایموسی که در واقع غده گلند تایموس رو در بر میگیره. اگه بذارید ببینم اگه اینجا باشه، فکر میکنم توی بذارید ببینم توی نرم افزار تو کدوم قسمت گذاشت. آها، توی لیمفاتیک گذاشتش. تایموس گلند رو خون رسانی میکنه. بذارید ببینم اینجا میتونیم پیداش کنیم این برنچش رو. فکر میکنم نه، چون کم و کاستی هایی داره. نه متاسفانه من اینجا پیدا نمیکنمش. یعنی توی نرم افزار بچه دقت کنید، نرم افزاری که دانلود میکنید معمولا یه سری قسمت هایش هست که در واقع نقص داره و یه سری برنچ ها، یه سری شاید یه سری جزئی، مخصوصا توی استخوان اسکال این نرم افزار مثلا خیلی مشکل داشت. حالا من نرم افزارهای دیگر رو امیدوارم که این چنین نباشه، ولی خب این نرم افزار توی اسکال اگر از این نرم افزار استفاده میکنید حتما حواستون باشه. خب برنچ بعدی ارزم به حضورتون میشه مدیاستینال، که در واقع بهتر بگم برنچ های مدیاستینال، برنچ هایی که ارزم به حضورتون که ناحیه مدیاستینال رو میتونه بیشتر پریتال مدیاستینال رو خون رسانی بکنه. منظورم از پریتال منظورم دیواره مدیاستینال هستش.
در واقع برنچ های بعدی 2 تا برنچ تراکالز که میدونید تراکه ها رو خونرسانی میکنه که قطعا توی این نرم‌افزار شما نمیبینیدش. تراکه ها رو خونرسانی میکنه، خود تراکه ها رو، خود در واقع میشه گفت که کارتیلج های تراکه ها و برونکیالز. برونکیولز هم اگه خاطرتون باشه این ناحیه و به سمت داخل که میره توسط، حالا نه خیلی داخلش و لانگ ها، این ناحیه توسط ارزم به حضورتون که این برنچ و برنچ های خودش در واقع میشه گفت که خونرسانی میشه. پریکاردیاکو فرنیکا. خب این برنچ بچه ها بین، من فکر کنم اینجا دیدمش این برنچ رو، بذارید بهتون نشونش بدم. پریکاردیاکو فرنیکا، بله. ببینید میاد روی در واقع پریکاردیوم قلب و میره به سمت مایچه دایافراگم و میشه گفت یه مقداری از مایچه دایافراگم رو هم در واقع به موسکول فرنی کمک میکنه تا این خونرسانی رو کامل کنه. اگه من قلب رو ریستارت کنم اینجا کاملا مشخصه ما یه خونرسانی روی خود قلب داریم. اگه یادتون باشه کوروناری آرتری یکی از در واقع اصلی ترین برنچی بود که خونرسانی قلب رو، کاردیاک سیرکولیشن رو انجام میداد. اینجا روی پریکاردیوم، روی ساکس در واقع میشه گفت که قلب، یه برنچ دیگه ای داریم که این خونرسانی رو انجام میده. خب ادامه بدیم. استرنال، برنچ های استرنال که باز هم کاملا مشخصه روی در واقع میشه گفت که حالا به فارسی بگم روی جناب سینه. اینجا نمیبینید احتمال خیلی زیاد. بله در واقع میشه گفت که پوستریور سورفیس در واقع استرنال رو کاور میکنن. همچنین کارتیلیج هایی که بین ریب ها و استرنال وجود داره. و عرضم به حضورتون که پرفورنس که این برنچ رو هم اینجا احتمالاً توی نرم افزار شما مشاهده نخواهید کرد. خب این از برنچ ها. دقت کنید بچه ها، من برنچ های اصلی ساب کلاویان رو گفتم ورتبرالیس و اینترنال توراسیک، یعنی 2 تا برنچ داره ساب کلاویان. مثلا این برنچی که میبینید اومده بیرون اینترنال توراسیک، خود اینترنال توراسیک یه عالمه برنچ داره، هرچند که ورتبرالیس هم برنچ خودشو داره که جلوتر راجبش صحبت می‌کنم. خب بریم سر وقت. ببین من اینجا واسهتون ساب کلویان و برنچش رو اومدم جدا کردم از روی همین عناصر و عکس گرفتم ازش. ترونکوس تیرو سرویکال یا تایرو سرویکال. خب در واقع یک ترانک میشه گفت که ترکیبی بین غده تیروئید و ناحیه سرویکال و برنچ های خودشو داره. من برنچش رو بخونم خودتون متوجه میشید. تایرویدا یا تیرویدا بهتر بگم، اینفریور گلاندولارز که غده های ناحیه در اون نک رو خونرسانی میکنه. نمیبینید بچه شما اینو نمیبینید، اما اینفریور تیروید رو میبینید. بذارید بهتون نشونش بدم. ببینید اینفریور تیروید که هم سمت چپش مشخصه هم سمت راست، کاملا مشخصه. اینجا این هم غده تیروید و ارزم به حضورتون که جزئیاتش. حالا ممکنه بگید چرا اینفریور تو تایروید؟ به خاطر اینکه سوپریورش هم هست، اما سوپریورش رو بعداً با هم راجبش صحبت میکنیم. خب اسوفاژیال که مشخص اسوفاگس رو در واقع میشه گفت خونرسانی میکنه. تراکیالز کاملا مشخصه. لارینجا اینفریور، باز هم لارینکس اما اینفریورش، سوپریورش هم باز توی کمانکاراتیت ها در واقع برنچ های کمانکاراتیت راجعش صحبت میکنیم، متوجه خواهید شد. سرویکالیس اسندینگ، بذارید این سرویکالی اسندینگ رو هم بهتون نشونش بدم. سرویکالیس اسندینگ
که بیشتر یک در واقع میشه گفت که آرتریه که میره به سمت ماهیچه ها و ماهیچه های ناحیه نک رو حالا تا حدودی هرچند که برانچ داره و میره به سمت پشت و میشه دورسال اسکاپولا، میره ماهیچه های در واقع میشه گفت که بک رو خونرسانی میکنه و همچنین از همه مهمتر اسکاپولا رو میبینید. ما حالا یکم راجع به توپوگرافی اینم صحبت کنیم. عرضم به حضورتون که ترانسورس سرویکال آرتری تا قبل از در واقع موازی با کلاویکل میاد، از 1/3 ابتدایی کلاویکل از ترانک خارج میشه، میاد از ناحیه اینترسکالن اسپیس عبور میکنه و بعد از ماهیچه در واقع میشه گفت که من اگه اینا رو کامل کنم اینترسکالن ها رو اینجا اینترسکالن پوستریور از این ناحیه تقسیم میشه به در واقع میشه گفت که تقسیم نمیشه، ادامه پیدا میکنه توسط آرتری که نام دیگه ای رو بهش میدیم به اسم دورسال اسکاپولا. دورسال اسکاپولا از زیر ماهیچه لواتور اسکاپولا یا بهتر بگم لواتور اسکاپوله، در واقع قواعد لاتین رو درست رعایت کنیم، از زیر این ماهیچه عبور میکنه، از در واقع موازی با مدیال بوردر اسکاپولا میاد پایین و همچنین کمک میکنه به ماهیچه اینفراسپیناتوس موسکولوس اسکاپولا که اینجا میتونید ببینیدش. یعنی در واقع به خونرسانی این هم کمک میکنه، هرچند که به ترس ها هم خونرسانی میکنه اما نه کل ترس رو. قسمت در واقع میشه گفت که قسمتی که اومدن به سمت مدیال بوردر اسکاپولا. خب بگذاریم، چون خیلی آرتری طولانی بود خواستم یه مقداری راجع به توپوگرافی این آرتری صحبت کنم. بچه اگه استاد ازتون یه وقتی خواست که راجع به توپوگرافی ها صحبت کنید، مثلا توپوگرافی این آرتری، سعی کنید آرتری ها رو تو ذهنتون بسپارید و در نهایت بر اساس همین شکل هایی که من بهتون نشون میدم صحبت کنید. یعنی مثلا راجع به ترانسورس سرویکال میخواید صحبت کنید، با خودتون فکر، اولا از اسمش مشخصه ترانسورس سرویکال، ترانسورس، پس احتمالا اول افقیه، خب بعد ادامه پیدا میکنه به صورت ورتیکالی و میره به سمت پشت و میشه دورسال اسکاپولا. و همین دوتا اسم رو بگید اصلا از روی اسم مشخصه توپوگرافی این رگ ها. خب سوپرا اسکاپولاریس این هم یکی از برنچ های دیگه است که احتمال خیلی زیاد هست که میدونید بچه. سوپرا اسکاپولار آرتری از این ناحیه از سوپریور نوچه یا اینسیسورا سوپریور اوس اسکاپولا از این ناحیه عبور میکنه و یک، ببینید البته برای آرتریش به این شکل نیست، برای نروش اینجوریه، از نرو سوپراسکاپولار نرو از زیر این لیگامنت عبور میکنه. آرتریش در واقع این لیگامنت رو شامل نمیشه و وینش هم به همین شکل، یعنی وین و آرتریش با هم از روی لیگامنت عبور میکنن ولی نرو از زیر اون. خب از روی اون عبور میکنه و میاد یک برانچش میاد توی سوپراسپینوس فوسای اسکاپولا و ماهیچه سوپراسپیناتوس موسکولوس رو در واقع میشه گفت که خون رسانی میکنه و برنچ دیگه اون میره دور میزنه. ببین از این ناحیه نزدیک به گلونوید کویتی همچنین برنچ های خیلی ریزی داره که میتونه کمک کنه به خون رسانی در واقع آرتیکولاتسی هومری و دور میزنه و میاد به سمت اینفراسپینوس فوسا و این ماهیچه‌ای که تو این فوسا قرار میگیره رو خونرسانی میکنه. خب همچنین در واقع برنچ های این در واقع خونرسانی، شاید بگم حتی برنچ های نرو رو انجام میدن، خونرسانی استخوان رو انجام میدن و خونرسانی هر آنچه که تو این مسیر وجود داره. خب اینم برنچ دیگه ترونکوس تیرو سرویکالیس. خب اینم از این سوپراسکاپولاریس رو که گفتیم و تمام. میریم سر وقت ترانک بعدی، ترونکوس کوستا سرویکالیس. بچه کاملا از اسمش مشخصه، کوستا سرویکالیس. ما اونجا تیرو سرویکالیس داشتیم، ترکیب
در واقع برنچ هایی که به ناحیه تیروئید میرن و برنچ هایی که به سمت ناحیه سرویکال و حتی دیدید یه برنچش هم یکی دو تا برنچش هم رفتن به سمت شولدر در واقع شولدر جوینت و در واقع اسکاپولا. اینجا ترونکوس کوستا سرویکالیس رو داریم که دو تا برنچ داره، اینترکوستالیس سوپرنا. بچه اینترکوستالیس سوپرنا چیه داستانش؟ میتونید فکر کنید. من اینو قبلا گفتم، اگه یادتون باشه بچه‌هایی که پکیج رگ رو دیدن قطعا تو ذهنشون هست. ببینید این کوستا سرویکال ترانک، من از نامه پشت بهتر میتونم راجعش صحبت کنم. کوستا سرویکال ترانک، ببینید برنچ شماره 1 در واقع میشه گفت که اینترکوستال از اینجا میاد و همچنین برنچ شماره 2. به این مجموعه میگیم اینترکوستالیس سوپرنا، یعنی اینترکوستال های مجموعه بالایی. پس یه نکته خیلی ریز، اینترکوستال ها رو شما اگه خواسته باشید برنچاشو بگید از کجا میاد، میگه مثلا برنچ های قسمت دیسندینگ در واقع توراستیک پارت دیسندینگ آرت رو بهم بگید. استاد اینو ازتون میخواد. شما حق ندارید که اینترکوستال 1 و 2 رو به زبون بیارید. از اینترکوستال 3 شروع میکنید تا الی آخر. این رو یادتون باشه. خب و در واقع برنچ بعدی سرویکالیس پروفوندا که توی نرم افزار فکر نمی کنم باشه. خیلی توی نرم افزار نیست، ولی در واقع میشه گفت که میره به سمت ماهیچه های، حالا بذارید ببینم فکر کنم اینجا باشه اصلا جزئیاتش. حالا اگه بود بهتون نشونه میره سمت ماهیچه های دیپ ناحیه نک. خب که امیدوارم ماهیچه ها رو یادتون باشه. خب ترانسورسا کولی که یکی از برنچ های دیگه است. این برنچ هم اینجا نیست توی نرم افزار، اما این برنچ میره به سمت ماهیچه کولی و الان بهتون ماهیچه‌ش هم نشون میدم و حالا برنچش که نمیتونم نشون بدم، اما ماهیچه‌ش میتونه مشخص کنه براتون این وضعیت رو. لونگوس کولی، همین لونگوس کولی، اون کولی دیگر رو کپتیس کولی رو اون در واقع میشه گفت که خونرسانی نمیکنه. لونگوس کپیتیس، خیلی عذرخواهم، لونگوس کپیتیس رو در واقع مربوط میشه به سوپریور برنچ های ناحیه نک. بیشتر روی همین لونگوس کولی در واقع میشه گفت که این رو خونرسانی میکنه و میتونیم بگیم قسمت پایینی هم که گفتم برنچش هم اینجا شما مشاهده نخواهید کرد. بذار ببینم خیلی نیستش اینجا. خب این از در واقع میشه گفت که برنچ های ساب کلاویان که من چند تا عکس خیلی خوب از کتاب های مجموعه اطلس آوردم براتون، عکس هایی که کمک میکنه بهتون که بتونید بهتر درک کنید. اگر روی کاداور خواستن ازتون بپرسن بهتر این موضوع رو بتونید درک کنید. خب من اینجا واسهتون ساب کلاویان رو آوردم. اینجا ببینید شماره 21 رو پیداش کنیم. ساب کلاویان این ور باید باشه 20 اینه. حالا ساب کلاویان ما میدونیم، من نمیدونم چرا نمیتونم پیداش کنم اینجا، متاسفانه نیست. حالا 21ش نیست، ولی خب این ساب کلاویان هستش. بله البته بله دیگه درست، این ساب کلاویان هستش و برنچ های ساب کلاویان که خیلی سخت میشه پیدا کرد. من اگه یکم زوم رو بیشتر کنم شاید بتونیم بهتر راجبش صحبت کنیم، هرچند که یه مقداری از روی عکس سخته. حالا اگه بخواد مثلا آدم روی کاداور این کار رو انجام بده باید رگ رو گفتم بهتون بکشید، ابتدا انتهاش رو پیدا کنید و بر این اساس اسم رگ رو حدس بزنید. ببین مثلا این تیرو سرویکال ترانک، برنچ های تیرو سرویکال که یکی از برنچ هاش اومده به سمت، میبینید من این خطایی که دارم میکشم اینفریور تیروید و همچنین برنچ های دیگه. این خب کاملا مشخصه و اون برنچ های دیگهش در واقع یه جوری قایم شده پشت این مجموعه و ما فکر کنم اگه اشتباه نکنم این ترانک رو در نظر بگیرید
که در واقع میشه گفت که ترانسفر سرویکال رو، بله درسته، ترانسفر سرویکال رو اینجا مشاهده میکنیم که گفتم میره به سمت پشت و دورسال اسکاپولا رو تشکیل میده، برنچ دورسال اسکاپولا رو تشکیل میده. و ببینیم دیگه جزئیات دیگه. اینجا این برنچ رو اگه دقت بکنید، برنچ اینترنال توراستیکه که اینجا اگر اشتباه نکنم این باید باشه. این برنچ حالا مربوط به سمت چپ میشه. خب که میان به سمت داخل، هرچند که بریده شده. و بچه ها دقت بکنید، اگه یه وقتی اینو خیلی دقت کنید، من برام اتفاق افتاده، اگه استاد خواست ازتون روی کاداور سوال بپرسه، خیلی دقت کنید کاداوری باشه که مربوط باشه به اون موضوع. مثلا کاداور ماهیچه، خب گاهن نرو خیلی کمتر توش پیدا شاید بشه، یا مثلا آرتریاشو کات کرده باشن، آرتریای ریزشو، مثلا استاد بیاد ازتون همین اینترنال توراستیک رو بخواد و خب اینجا کات شده. یعنی حواستون باشه دنبال چیز الکی نگردید، نیست. اگه وقتی نبود و نتونستید پیدا کنید، اینو دیگه برای بچه‌هایی میگم که دیگه اگزماشون یا کالوکیوماشون یا اگزم های بین کلاسیشون یا حتی حالا خارج از بحث امتحان علاقه خیلی دارن و میخوان روی کاداور کار کنن، دنبال برنچ هایی رو دنبال آرتری ها یا وین ها یا حتی نرو هایی میگردن که میشه گفت که وجود ندارن، کات شده، بریده شده، تا بتونید ارگان های دیگر رو بهتر ببینید. برید سر وقت منشأش کجاست. قطعا جانکشنی که روی ساب کلاوین هست مشخصه، اونو نمیتونه، اونو کات نمیکنن اصلا، ادامه اونو کات میکنن. ببینید اینجا جانکشنش وجود داره، ابتدای این آرتری وجود داره. خب این هم یه نکته ای که اگه خواستید رو کاداور کار کنید بتونه کمکتون کنه. خب اینجا هم یه عکس خیلی خوب میبینید از همچنین کمان کاراتید، در بیشتر روی کمان کاراتید میتونیم اینو نسبت بدیم. و ساب کلاوین که ببینید باز این مثلا برنچ رو نگاه کنید، من با رنگ آبی اینو مشخص میکنم. برنچ ارزم به حضورتون که ترانسفر سرویکالیس، و ارزم به حضورتون که البته ببخشید این ترانسفر سرویکالیسه، یه مقداری بعد مشخص کرده. این در واقع سوپرا کلاویکولاره، سوپرا اسکاپولا، ببخشید سوپرا اسکاپولاره، هرچند که خیلی هم دقیق نیست، باید بره داخل، گفتم خدمتون، فوسای اسکاپولا. خب بذارید ببینم خودش چی گفته. شماره 11، بله درست گفتم، ترانسفر سرویکال. و شماره 12، بله سوپرا اسکاپولار آرتری که گفتم اشتباه کشیده یه مقداری، یعنی کاملا درست نیست. خب بریم ادامه بدیم. باز هم عکس خیلی خوب از در واقع مدل های طبیعی، این باز خیلی قوی تره. میبینید اینجا شما ترانک های نرو رو میبینید، اینجا این ترانک های نرو از اینتراسکالن اسپیس اومدن بیرون و این هم ساب کلاوین در واقع شما هست. باید دقت کنید بین ساب کلاوین آرتری و وین تفاوت هایی وجود داشته باشه، یعنی وجود داره. الان من اینو ببینم 21 چی گفته، نیستش کامل این چیزا رو من نیاوردم. شماره 48 رو مثلا گفته که، ببینید شماره 48 رو گفته که تیرو سرویکال ترانک. خیلی حالا باید سختی اینو پیدا کنیم، اینجاست با ماهیچه قاطی شده و سخت میشه اینجا تشخیصش داد. این برنچ تیر سرویکاله که رفته به سمت یه مقداری بالا و میبینید حالا من نمیتونم برنچ رو پیدا کنم، شاید مثلا این اینفریور تیروید باشه. خب اینم از این عکس طبیعی، هرچند این عکس ها بیشتر ذهنیتتون رو باز میکنن نسبت به کاداور. ببینید مثلا کمان کاراتید رو بچه من از کجا فهمیدم این ارزم به حضورتون که ساب کلاوین آرتری وین نیست. ببینید از روی این عکس، خب از روی در واقع نمای جلو کاملا میشه فهمید بحث وین آرتری رو و بحث رنگ اونها. حالا فرض بر این بگیریم که این کاداور خیلی قدیمی باشه و سخت بشه تشخیص داد در واقع رنگ بین آرتری وین ها، یا اصلا رنگش رو کلا در واقع میشه گفت که بذارید کنار.
از روی همین کامان کاراتید. ببینید کامان کاراتید و ساب کلاویان در واقع دو تا از برنچ های اصلی براکیوسفالیک هستن در واقع ناحیه‌ای که از آرکوس آورتا خارج میشن که نیستش ادامه. باز هم اینجا یه عکس خیلی خوب میبینید از ساب کلاویان آرتری و همچنین کامان کاراتید. خب بریم سر وقت توپوگرافی. عرضم به حضورتون که ساب کلاویان اینجا باز برنچه خیلی خوب، خیلی واضح، عکس خیلی قشنگی رو میبینید. امیدوارم که خطا نداشته باشه. قسمت های مختلفی از این موضوع رو ببینید. اینجا سرویکال 6 رو در نظر بگیرید. معمولا از این ناحیه بالاتر نمیاد، چون دیگه بالاترین برنچش همین اینفریور تیرویده که اینجا اینفریور تیرویده که دیگه میاد و این ناحیه رو خونرسانی میکنه. و یه برنچ دیگه هم داریم از همون ترانسفرس سرویکال که عرضم به حضورتون که مایچای ناحیه رو در واقع داره چیز میکنه، خونرسانی میکنه. و خب اصلی ترین برنچش که ورتبرالیسته که میره بالا، کلا میره توی مغز. من اینو کلا خط میگیرم، یعنی برنچ های دیگهش از این ناحیه سرویکال تقریبا 5 یا 6 بالاتر نمیاد. خب بریم راجبش بخونیم و یه مرور بکنیم ببینیم چی میگه. The right subclavian artery has only cervical part. من این راجبش صحبت کردم. شماره در واقع subclavian right فقط cervical part داره. On the other hand, the left subclavian artery has thoracic in additional to cervical part. پس در واقع میشه گفت که دیگه مشخص، فکر می‌کنم مورد خاصی نباشه. subclavian های ما ببینید اینجا، این subclavian left، این right. رایت اینجا رایت فقط ناحیه سرویکال داره. سرویکال پارت ادیشنال داره که مستقیم از آرکوس آورتا اومده و پارت سرال ما میگیره. The cervical part goes from sternoclavicular joint اصفهان. این ناحیه میخواد بگه که سرویکال پارتش، حالا چه اونی که فقط سرویکال داره از براکیوسفالیک میاد، چه اونی که سرویکال و توراسیک داره، از این جوینتی که تو این ناحیه قرار میگیره شروع میشه. راجع به اسکلتوپیش داریم صحبت میکنیم بچه‌ها. اینجا جوینتی که اینجا وجود داره، از این زاویه من نشون بدم بهتون متوجه میشید. دقیقاً از زیر این سرویکال پارت شروع میشه. sternoclavicular joint to outer border of the reverse rib. دیگه میره به سمت در واقع مرز خارجی ریب شماره 1 و اگه دقت کنید از روی ریب 1 هم عبور کرده و دیگه در واقع ما ادامه این رو یه برنچ دیگه نامیدیم. اگه یادتون باشه توی عرضم به حضورتون که آرتری و وین های آرتری، در واقع بهتر بگیم آرتری های ناحیه آپرلیم، ما اینجا رو اکسیلاری آرتری در نظر می گرفتیم. از در واقع میشه گفت که اوتر بوردر فرستری روی فرستری و اوتر بوردر به بعد میشه اکسیلاری آرتری. خب این هم از توپوگرافیش. حالا میتونید راجع به توپوگرافی در واقع سینتوپیش هم صحبت کنید. توی ناحیه نک، توی گلوتوپیش تو ناحیه نک قرار گرفته و همچنین کمپلکس یه مقداری تو ناحیه توراسیکه و برنچ توی توراسیک هم داره و همچنین ورتبرالی که یکی از برنچ های اصلیشه که میره به سمت هد. و راجع به سینتوپیش با ماهیچه های اینتراسکالن ارتباط ویژه‌ای داره و عرضم به حضورتون که با تراکا، با در واقع میشه گفت که وین، سابکلاویان وین و ترانک های در واقع میشه گفت ناحیه براکیال پلکسوس ارتباط در واقع نزدیکی داره. و این هم راجع به سینتوپیش که من خیلی دقیق تر حالا راجع بهش صحبت کردم چون که اینجا نبود. خب ورتبرال آرتری اصلی ترین برنچی که برای ما در واقع مثلا به خاطر همین برنچ اومدیم اینجا تا بررسی کنیم. همونطور که میبینید ورتبرال آرتری
از ترانسفرس فورامن ها عبور میکنه و از داخل لیگامنتی که توی ناحیه آتلانتو اکسیپیتال جوینت وجود داره، فکر کنم همین نام رو هم بهش اختصاص میدیم، از داخل این لیگامنت میره و تبدیل میشه به یک برانچ که اسم این برانچ بیزیلار آرتری هستش و میتونید حدس بزنید دیگه ناحیه بیزیلار پارت استخوان اکسیپیتال دقیقا همونجاست. حالا بهتون نشونش میدم. بریم راجع به پارت ها یا ورتبرال آرتری صحبت کنیم. بچه‌ها پارتاش رو حتما یاد بگیرید. پارس پریورتبرالیس، پارس ترانسورساریا یا همون سرویکالیس، بهتر سرویکالیس رو در نظر بگیرید. پریورتبرالیس، سرویکالیس، اتلانتیکا که ناحیه اطلس هستش و اینتراکرانیال پارت در واقع میره وارد قسمت در واقع میشه گفت که مغز میشه، ناحیه سربرالیا میشه. خب من اینو بهتون نشون بدم، مسیرش رو هم براتون تفهیم کنم تا بتونید بهتر راجع بهش صحبت کنید. خب ما ورتبرال آرتری رو داریم از ترانسفرس فورامن شماره 6 در واقع وارد این ترانسفرس فورامن میشه 5 4 3 2 و 1. پس 7 رو شامل نمیشه. وقتی به 1 میرسه، ببینید بچه‌ها ترانسفرس فورامن رو، یا بهتر بگم که ترانسفرس پروسس اطلس یه مقداری کشیده تر از در واقع میشه گفت که ورتبرال کلم های دیگه است و ببینید یه مقداری به سمت لترال قوس گرفته و 2 مرتبه به سمت مدیال یک حالت تقریبا میشه گفت که اس شیپ میگیره به خودش. میبینید اینجا یک حالت اینه، حالت اس شیپ گرفته به خودش و میخواد بره به سمت در واقع میشه گفت که ناحیه سربرال، بره داخل اسکال. خب من بذارید یک کمی اینجا رو خلوت کنم تا بتونم بهتر بهتون نشون بدم، هرچند که یکم ممکنه طول بکشه ولی خب بهتره برنچ ها رو کامل بهتون نشون بدم. ببینید از از فورامن مگنوم، از دیواره فورامن مگنوم یا بهتر بگم آنتریور و لترال واله یا بهتر بگم بوردر فورامن مگنوم وارد اسکال میشه. از اینجا به بعد من استخوانا رو غیر فعال میکنم تا بتونیم بهتر راجع به این آرتری صحبت کنیم. ببینید این آرتری اگه خوب دقت کنید رنگ سبز کاملا اونو مشخص کرده برامون. از داخل این فورامنا عبور کرد، اومد بالا، حالت اس شیپ گرفت و 2 مرتبه قوس گرفت و اومد و تبدیل شد به یک برنچ. یک برنچ شد و این برنچ هم بیسیلار آرتری هستش که من اگه استخوان اکسیپیتال رو فعال کنم خیلی بهتر میتونید این موضوع رو درک کنید. ببینید این ورتبرال آرتری از اومد اینجا و در واقع در ناحیه بیسیلار پارت اکسیپیتال تبدیل شد به برنچ بیسیلار. حالا میخوام راجع به برنچ های بیسیلار صحبت کنم. دیگه ورتبرال آرتری تموم شد بیسیلار. بیسیلار چه برنچ هایی داره؟ راجع به اینم میخوایم صحبت کنیم. خب ورتبرال آرتری یکی از برنچ هایی که از ساب کلاویان میاد. راجع به توپوگرافیش الان صحبت کردم و اینکه کجا رو خون رسانی میکنه اینجا نوشته شده. پریورتبرال ماسل آف نک، پریورتبرال ماسل هایی که توی ناحیه نک وجود داشتن یادتونه یکی از اون ماهیچه ها در واقع میشه گفت که لونگوسکولیه و همچنین لونگوس کپیتی و هم ماهیچه های دیپی که توی ناحیه وجود دارن برنچ هایی رو داره که کمک میکنن. سپاینال اند منینجز، سپاینال کورد اگه یادتون باشه، هرچند که اینجا ما نمیبینیم اینو، اما توی کتاب اطلس عکسای خیلی خوبی هست. من نیوردم اینجا براتون بچه‌ها. اسپاینال کورد رو شما اینجا دارید که در واقع ورتبرال آرتری به خاطر در واقع نزدیک بودنش به اسپاینال کورد برنچ هایی رو میده که این برنچ ها در واقع خونرسانی ناحیه منینجال
مننجیس در واقع اسپاینال کورد رو، یا بهتر بگم کاورهای اسپاینال کورد رو انجام میدن. توی نرو راجبش خیلی صحبت کردیم. خب برین استم میره به سمت مغز، کاملا مشخصه. یه برانچ تو فروید پلکسوس. و عرضم به حضورتون که حالا راجع به این موضوع هم بیشتر صحبت میکنم جلوتر که بریم. خب بریم ادامه بدیم بحث. و ورتبرال آرتری رو باز اینجا میبینید. من براتون مشخصش کنم. این ورتبرال آرتری که اومده و شده بیسیلار آرتری. و همچنین اینجا که شماره 20 ببینید اینجا حالت اس شیپ گرفته، از داخل فورامن مگنوم رفته داخل، رفته بالا و من دیگه ادامهشو به سختی میتونم پیدا کنم. احتمالاً برمیگرده اینجا روی، ببینید این استخوان اکسیپیتاله، میاد روی این بیسیلار پارتشه، میاد اینجا و تبدیل میشه به بیزیلار آرتری. احتمالاً این باشه اگه اشتباه نکنم. خیلی اینم از یه عکس خیلی خوب، یه عکس کاداور طبیعی. و همچنین اینجا یک عکس دیگه، یه عکس خیلی خوب دیگه از در واقع برین. میبینید اینجا ورتبرال آرتری رو که اومده شده ازم بزرگتون که بیزیلار. خب برانچ آف ورتبرال آرتری، من اینو واسهتون جدا کردم، کاتش کردم. این برانچاشه و هرچند که راجع به برانچاش هم مفصل میخوایم صحبت کنیم. حالا بذارید ببینم اینجا اگه باشه اینجا بهتون نشونش بدم. خب من همون رو براتون بخونم یه دور. خب یکیش که بیسیلار هستش. اصلا بذارید از روی بذارید همین رو یه دور بخونم بعد میریم سرخط نرم افزار. بیسیلار آرتری که اصلی ترینش بود، بیسیلار آرتری. یه دور اسما رو میخونم بعد میریم بهتون یکی یکی اینا رو نشون میدم. سوپریور سربرال سربلار، عذر میخوام اسمش خیلی سخته برای من. پوستریور سربرال، حالا یه لفت و رایت، و سوپریور سربلار و پونتاین یا پونتین آرتری. بهتون نشون میدم برنچاشو. لابیرینتین که یادتونه لابیرینتیس پارت اتموید بون رو ما داشتیم اینجا. anterior inferior cerebellar artery لابیرینتین و anterior inferior در واقع این رو هم راجبش صحبت کردیم، سربلار. و ادامه داستان من اینا رو بهتون ادامهش رو بهتون نشون میدم روی نرم افزار. خب بریم یه جای دیگه آرتری رو بسازیم و راجبش صحبت کنیم. خب این ورتبرال آرتری لفت و رایت میاد بالا میشه بیسیلار آرتری. من از همین پایین، از همین در واقع میشه گفت اینفریور برانچ ها شروع میکنم میرم به سمت بالا. اولین برانچی که به در واقع چشمم میخوره پوستریور اینفریور سربلار آرتری، رایت لفت پید آرتری بچه. بعد از این anterior inferior cerebellar artery. بعد از این لابیرینتین یا اینترنال اودیتوری که یادتون آکوستیکوس در واقع گوش رو، حالا من فعال کنم اینو مولتیپل بسته میشه، یادتونه ماتوس آکوستیکوس رو، این میره اون ناحیه در واقع گوش و اونجا رو هم خونرسانی میکنه. بعد از اون برانچ های پونتین رو داریم، پونتین آرتری رو که میدونید یه تعداد زیادی برانچن، حالا نه دقیقا اینقدر، بیشتر. و بعد از این میریم قسمت بالا. میبینید یه 4 شاخه خیلی قوی داریم اینجا. به ترتیب شروع میکنیم. سربلار سربلار ما اینفریورش هم پوستریورش رو داشتیم هم آنتریورش. ببینید پوستریورش بود این آنتریورش، که بحث اومدن به سمت جلو و رفتن به سمت پشت رو داره بررسی می‌کنه. یکیش اومده جلو یکیش اومده پشت. اینجا سوپریورش رو داریم، سوپریور سربلار و هم پوستریور سربرال. پوستریور
سرال های در واقع میشه گفت که برنچ های برنچ ورتبرال، یا بهتر بگم برنچ های بیسیلار آرتری، که خود بیسیلار هم از در واقع ادغام یا فیوژن دو تا ورتبرال رایت و لفت به وجود اومده. اینجا میتونید ببینید این مجموعه رو به صورت کامل. خب این از برنچ ها. و راجع به این لیگامنت رو هم، این لیگامنت هم من بهتون نشون بدم، گفتم که از داخل این لیگامنت عبور میکنه. ببینید اینجا ما لیگامنت ارزم بزرگتون که تاکتوریال رو داریم، تاکتوریال ممبرین رو داریم در واقع. لیگامنت هم نمیشه گفت بهش. در واقع یکی از ممبرین هایی هستش که کاور میکنه وقتی که در واقع اسپاینال کورد میره به سمت بالا، میره به سمت مغز، این سوراخ میکنه این رو. پایرسس تاکتوریال ممبرین. اینو حالا میگم بیشتر برای بچه های پزشکی، برای وقتی که میخواد وارد اسکال بشه این عملیات رو انجام میده. از نمای میشه گفت که لترال یا اکسترنال میخواد بیاد به سمت اینترنال، میخواد بره به سمت اسکال. خب عبور میکنیم از این ناحیه. باز یه عکس خیلی خوب از ورتبرال آرتری، ببینید حالت اس شیپی که به خودش گرفته و بیسیلار آرتری رو که اینجا شما مشاهده میکنید. خب عرضم به حضورتون که میریم سر وقت در واقع قسمت بعدی، پارت بعدی که راجبش من خیلی صحبت کردم. تیرو سرویکال ترانک، راجب توپوگرافیش هم صحبت کردم. حالا برنچاشو اینجا شما میبینید. تیرو سرویکال اینفریور تیروید، من یکی یکی عکساشو فقط بهتون نشون میدم. اینفریور تایروید، ببینید این برنچی که میاد و اگه دقت کنید تیروید رو خونرسانی میکنه. اگه دقت بکنید اینفریور تیروید آرتری به سمت در واقع اینترنال سورفیس تایروید گلند میره، اما سوپریور تیروید که اینجا هست، حالا اسمشو دقیقا ننوشته اینجاست، بله این میشه سوپریور تیروید، میاد روی سطح تیروید رو رسانی میکنه. این اولین برنچش. حالا برنچ های دیگه هم داره که اینجا بهتون یکی یکی نشونش میدم. باز هم میبینید اینفریور تیروید، گفتم از نمای پشت میتونید اینو ببینید، خون رسانی خیلی قوی که اینجا رو انجام میده، خیلی زیبا. ببینید برنچ های خیلی قشنگی که اینجا داره که با برنچ های در واقع پوستریور سوپریور تیروید آرتری یه جورایی میشه گفت ادغام شده و خون رسانی پوستریور سورفیس تیروید رو انجام میده. ascending cervical artery که این حالا بحث اسندینگ هم که مطرحه، اسندینگ خب آرتری که صعود کرده به سمت، رفته به سمت اسکال و رفته به سمت بالا و ماهیچه های ناحیه رو در واقع میشه گفت که خون رسانی میکنه. اینجا هم گفته که passes along the anterior surface of musculus scalens anterior و levator scapula و مدیالی تو نروی فرنیکوس. بذارید ببینم اینجا نرو فرنیکوس اینجا هست. بعد ببینید نسبت به نرو فرنیک این داخل هستش، در واقع از اینجا شروع میشه، از این نقطه شروع میشه، مدیالی نسبت به نرو فرنیک. راجع به سپلای بلود هم اینجا صحبت حالا شده، هرچند که گفتم خدمتتون پریورتبرال ماسل، دیپ اوکسیپیتال ماسل و اسپاینال کورد. اسندینگ رو میبینید اینجا، عکس خیلی خوب. خب ترونکوس کوستا سرویکالیس که راجبش صحبت کردیم، راجب برنچ هایی که داره، اینترکوستال های در واقع میشه گفت که سوپرنا رو میشه گفت که اصلی ترین برنچ هاشن که راجب این خیلی صحبت کردیم. و سرویکالیس پروفوندا بچه یعنی دیپ، یعنی سرویکال دیپ آرتری.
که اگه اجازه بدید من اینجا شاید بتونم بهتون نشون بدم. نه متاسفانه اینجا فکر نمی کنم، چشم من که نمیخوره. اگه شما دیدید استفاده کنید از این عکس. خب ترانسفر سرویکال راجبش من خیلی صحبت کردم، اصلا توپوگرافیش کامل گفتم، تکرارش نمی کنم. میاد به سمت پشت و در واقع توسط یک برانچ یک اسم دیگه ای کامل میشه. اگه یادتون باشه دورسال اسکاپولار، که اینجا بله اینجا هم میبینید دورسال اسکاپولار آرتری اسمش رو نوشته. خب بریم سر وقت کمان کاروتید ها و در واقع میشه گفت که اکسترنال کاروتید آرتری. بچه من ویدیو رو کات میزنم، پارت 1 رو به اتمام رسیم، این ساب کلاویان رو تمام کردیم. میریم سر وقت کامان کاروتید آرتری که خودش 2 تا برنچ داره. ویدیو رو کات میکنم، ان پارت بعدی رو در خدمتتون هستم با این موضوع.